این اولین ویدیوی آموزشی منه. سلام، امروز میخوام ترشی کلم قرمز درست کنم. این چیزی هم که پایین تصویر میبینیم من واقعا معذرت میخوام بخاطر تنظیم بدی که من تو دوربین داشتم اما نتونستم دوباره ضبطش کنم. امیدوارم که ناراحت نشده باشه. خب اول برگای اولیه کلم قرمزمون رو جدا میکنیم، چند تا برگ اولش رو، و بعد از اون کلممون رو نصف میکنیم. این قسمت سفیدی هم که وسط کلم هست باید برداشته بشه. چیزی که من خوندم توی دستورهای مختلف طعم خوبی به ترشیتون نمیده، حتما این رو جدا بکنید. جدا کردن کلم هم یه مقدار سخته، این کلم واقعا سرسخت و سفته. خب بعد از اینکه اون قسمت رو جدا کردین، کلمتون رو به اندازه‌های دلخواهی که میخواین خوردش بکنین. من حالا خیلی ساده خوردش کردم، این از پوستگرم که مثلا برش‌های نازک‌تری هم بهتون میده استفاده بکنین. بعد از اون کلمتون رو خوب بشورید و خشکش بکنید. خشک بودن مواد ترشی و ظرف خیلی توی نتیجه نهایی تاثیر داره. اینجا بهش آب لیمو، نمک و شکر اضافه میکنین. یه مقدار باید اون رو ورز بدین تا این کلم ها از اون سفتی خارج بشن، نرم بشن، رنگشون تغییر میکنه و یه مقداری هم آب میندازن. تقریبا من در حدود 5-6 دقیقه این کار رو انجام دادم. بعد از اون رو به ظرف هم منتقل میکنیم. گفتم ظرف هم حتما خشک باشه. سرکه هم روش میریزیم تا جایی که موادمون زیر سرکه قرار بگیره. چیزی که تو دستورها هست، این ترشی تقریبا 24 ساعته یا یه روزه آماده میشه. حالا من بعد از 2 روز درش رو باز کردم، فوق‌العاده خوش رنگه، طعم خیلی خوبی هم داشت. چند روز که گذشت البته رنگش هم خیلی بهتر شد، اما تیزی سرکه من یه مقدار زیاد بود و من 2 تا تیکه نبات بهش اضافه کردم که خیلی طعمش رو بهتر کرد.